سلام علیکم. بالاخره رسیدیم سمت معرفی ایردراپ یوپ. اولین ایردراپی که قراره تو این چنل بهتون معرفی کنم، ایردراپی که جذب سرمایه 33 میلیون دلاری داشته و فاندرای بسیار قوی داره. اگه بگیم سمت فاندراش، اینجا میتونید یه سری پروژه قوی مثل کوین بیس و یه سری پروژه قوی رو اینجا میتونید مشاهده کنید. میشه گفت ایردراپ معتبری از سه جهت: یکی جذب سرمایه بالا، فاندرای قوی، مورد دوم، و مورد سوم ایردراپ تایید شده یا تیک تایید شده در سایت کریپتو رنک. این سه تا مورد باعث شده که این ایردراپ معتبری به نظر برسه و قرار ایردراپ خیلی خفنی به کاربرانش بده. خب قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، نحوه شرکت تو این ایردراپ و کلا فعالیتای این ایردراپ رو بهتون بگم، پیشنهاد میکنم واسه اینکه تو ایردراپ شرکت کنی حتما دو تا ویدیو قبلی که چگونه ایردراپ بزنیم و ببینید، کلا پیش نیازاشو و چه مواردی لازمه واسه ایردراپ زدن با گوشی رو دانلود کنید که خیلی ساده بتونید مواردی که تو این ویدیو بهتون بگم و بهش دسترسی داشته باشید و خیلی ساده بتونید تو این ایردراپ شرکت کنید. حالا لینک این ایردراپ رو من تو قسمت دیسکریپشن میذارم، لینک رو کپی کنید و بیاید وارد میسیز براوزر بشید. میسیز براوزر رو من تو ویدیو قبلی نحوه دانلود و نحوه ساخت اکانت و کلا نصب اکستنشن ها رو بهتون گفتم. لینک رو اینجا پست کنید و سرچو بزنید. اینجا این صفحه واسهتون باز میشه که اینجا ساین اپ رو بزنید یا کانتینیو وید ایمیل رو بزنید، ویریفای میاد. یه نکته‌ای که تو ویدیو قبلی فراموش کردم، باید اکانت گوگلتون واسه بعضی از ایردراپات رو مرورگر میسیز براوزر هم لاگین شده باشه. یعنی جدا از اون چند تا موردی که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم، اکانت گوگل هم باید اینجا لاگین شده باشه. میتونید از این قسمت یه اکانت جدید بسازید یا کلا میتونید اینجا ایمیلتون و پسوردتون رو وارد کنید تا وارد اکانتتون بشه. حالا من این قسمت رو میام رد میکنم و ادامه مراحل با هم میریم جلو. اینجا ازمون میخواد که یک پرامپت وارد کنید. ایردراپش اگه بیم دوباره تو کریپتو رنگ، ایردراپش در عرصه هوش مصنوعی، یعنی یه سری هوش مصنوعی ها رو میاد با هم مقایسه میکنه. به طور مثال اگه ما یک سوال مشابه رو هم از چت جی پی تی و هم از دیپ سیک بپرسیم، این دوتا هوش مصنوعی جوابای متفاوتی بهمون میده. حالا این ایردراپ یا این پروژه میاد این دوتا هوش مصنوعی یا جوابای این دوتا هوش مصنوعی کنار هم قرار میده و میتونیم یکی از این دو جواب رو انتخاب کنیم و بابت همین انتخاب یه سری توکن های یوب دریافت کنیم که موقعی که توکناش لیست بشه میتونیم این توکن ها رو بفروشیم. حالا لینک این ایردراپ رو گفتم که لینک تو قسمت دیسکریپشن میذارم. با گوگل ثبت نام انجام میدید و اینجا ازمون میخواد که یه پرامپت رو وارد کنیم و یه نوشته اینجا همینجوری ذهنی وارد کنیم، مثلا سلام، خسته نباشید. خب اینجا میتونید وارد کنید و نکست رو بزنید. حالا یکم صبر میکنیم تا این مرحله رد بشه و ببینید تو مرحله بعدی ازمون چی میخواد. پس اومدیم با گوگل ثبت نام کردیم یا با اکانت گوگل ثبت نام کردیم، یک پرامپت وارد کنم و پرامپت که وارد کردیم حالا صبر میکنیم تا مرحله بعدش بیاد و ببینیم چه اتفاقی میفته. به احتمال زیاد مرحله بعد همون صفحه اولیه ایردراپه. حالا همونجور که میبینید جواب دو تا هوش مصنوعی رو کنار هم گذاشته. من ازش پرسیدم سلام، خسته نباشید. چت جی پی تی یه جواب متفاوت داده و یک هوش مصنوعی دیگه به اسم کلاد سونت اگه اشتباه نکنم یه جواب متفاوت داده. گفته از بین این دو تا جوابا کدومش به نظر شما بهتره؟ مثلا کلاد سونت گفته سلام، خسته نباشید، شما هم چطور میتونم کمکتون کنم؟ حالا چت جی پی تی جواب داده که سلام، مرسی از انرژی خوب شما، چطور میتونم کمکتون کنم؟ به نظر من چت جی پی تی یه جوری جوابش یا جوابی که بهم داده بهتر از این کلاد سونده. حالا من میام چت جی پی تی رو انتخاب میکنم و اینجا میگم ازم میپرسه که چجوری از چه نظر بهتره. من میام یکی رو به طور مثلا اینجوری انتخاب میکنم و سند میزنم. همینجور که میبینید بعد این که سند زدم یه مقدار توکن یوب به هم میده. کل فعالیتش همینه، یعنی ما میایم بهش پرامپت میدیم یا یه سری سوالات ازش میپرسیم و این یوب یا
هوش مصنوعی یوب میاد دو تا هوش مصنوعی رو کنار جوابای دو تا هوش مصنوعی کنار هم قرار میده یا بلند جوابای دو تا هوش مصنوعی در اختیارمون قرار میده که میتونیم بین این دو تا یکی رو انتخاب کنیم. انتخاب هر کدوم از اینا میتونیم یه مقدار توکن رو دریافت کنیم، یعنی کلا یه مقدار توکن یوب رو میتونیم با همین انتخاب دریافت کنیم. حالا همونجور که میبینید 5000 تا توکن یوب تونستم دریافت کنم با انتخاب یه هوش مصنوعی بین هوش مصنوعی چت جی پی تی و کلود سونت اگه اشتباه نکنم. اینجا میگه کانتری رو انتخاب کن، اگه ایران داشته باشه خوبه. خب میگم اینجا بیاد پایینتر، مثل این که نمیره. خب اینجا میزنیم ایران اگه باشه. خب ایرانو نداره، عراق داره. خب ما میگیم به طور مثلا همون ایران داشت. خب ایران میزنیم ایران. خب سنو میخواد، سنو هم میزنیم به طور مثال میگیم 25 تو. خب حالا دوباره ازمون میخواد که یه پرامپت دیگه وارد کنیم یا کلا یه سوال دیگه ازش بپرسیم. نظرت ما میپرسیم نظرتون در مورد ایردراپ ها چیه؟ خب یه هوش مصنوعیه که کلا میتونیم خیلی به جای اینکه از چت جی پی تی استفاده کنیم از این استفاده کنیم که در کنار این که هوش مصنوعی و میتونه جوابتون بده، میتونه ازش توکن دریافت کنی و میتونه ازش کسب درآمد کنی. و نکته مهمتر این که کل هوش مصنوعی ترند بازار رو داخل این هوش مصنوعی میتونید مشاهده کنید یا داخل این پروژه میتونید مشاهده کنید. دیپ استیک است، چت جی پی تی است و جمینای، کلا یه سری هوش مصنوعی که ترند شدن کلا اینجا میتونید مشاهده کنید. همونجور که میبینید جوابای دو تا هوش مصنوعی رو کنار هم گذاشته و میتونیم بین این دو تا جواب یکی رو انتخاب کنیم. ما به طور مثال میایم اینو انتخاب میکنیم و اینجا میایم میگه از چه نظر خوب بوده به نظر شما. ما میگیم اینجا یکی رو انتخاب میکنیم. همینجور که میبینید یه مقدار توکن یا با میتونستیم با همین موضوع یا با همین کار دریافت کنیم. کلا فعالیتش همینه، میایم پرامپت بهش میدیم و یه سری سوالات ازش میپرسیم و اون میاد جوابای دو تا هوش مصنوعی در کنار هم قرار میده و میتونیم بین این دو تا یکی رو انتخاب کنیم. رو قسمت منو همبرگری میزنیم ببینیم چیز خاصی داره. لیدربورد داره، لیدربوردش هم اگه این بیاره اینجا لیدربوردش هم بر اساس هوش مصنوعی داره. اینجور که میبینید چت جی پی تی رو اینجا میتونید ببینید یا اوپن ای آی و جمینای و یه سری هوش مصنوعی دیگه. خب آره لیدربوردش بر اساس هوش مصنوعیه که کدوم هوش مصنوعی بیشترین ری رو آورده. رو قسمت پروفایل چیز خاصی نداره که بهتون توضیح بدم و بیایم رو قسمت، خب روی این قسمت میزنیم. خب اینجا آره اینجا روی این قسمت میتونید مقدار توکناتون رو ببینید و مهمتر از اون قسمت رفرال یا زیر مجموعه گیری داره که از اینجا میتونید لینک رفرالتون رو دریافت کنید و واسه دوستاتون بفرستید و هر دوستی که با لینک شما بیاد 5000 تا توکن یوب رو میتونید دریافت کنید. این بود ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه سوالی دارید در مورد این ویدیو میتونید تو قسمت کامنت ها بپرسید. واسه آپدیت ایردراپ ها پیشنهاد میکنم چنل تلگرامی که لینک چنل تلگرامی مثل همیشه تو قسمت دیسکریپشن هست جوین بشید. واسه دیدن ویدیو بعدی چنل یوتیوب سابسکرایب داشته باشید. حرف دیگه نمونه تا ویدیو بعد. الله معافی.